نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن کریم. در یکی دیگر از برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم در خدمت شما خوبان و سروران هستیم و درسی جدید که به ما کمک خواهد کرد تا بهتر یاد بگیریم که چگونه قرآن کریم رو تلاوت بکنیم. در برنامه‌های گذشته به 3 حرکت مهم اشاره کردیم از حرکت‌هایی که در روحانی قرآن کریم باید مد نظر ما باشه که به اسم حرکت‌های کوتاه معروفن. قبل از اینکه به درس جدید بپردازیم اشاره خواهیم کرد به این 3 حرکت و درس جدید رو به همراه شما عزیزان بعد آن آغاز خواهیم کرد. در اولین حرکتی که خدمت شما عزیزان مطرح کردیم حرکت فتحه رو برای شما معرفی کردیم به این شکل. حرکت فتحه که اگر این خط پایینی رو ما یک حرف در نظر بگیریم بر روی آن حرف قرار میگیره این علامت که بهش میگیم فتحه یا زبر و به این شکل در روی حروف الفبای عربی خواهد آمد و وقتی که این حرکت بر روی این حرف قرار بگیره یک حرف هر حرفی این حرکت روی او قرار گرفت صدای ا میگیره. به عنوان مثال میتونیم این گونه اشاره بکنیم به الفبای عربی وقتی که حرکت فتحه داره ا ب ت اینا هم حرکت فتحه دارن و صدای ا میگیرن. ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی. وقتی حرکت فتحه برای حرفی قرار گرفت آن حرف صدای ا میگیره. حرکت فتحه یعنی باز شدن دهان. وقتی که ما این حرکت رو تلفظ میکنیم دهان ما باز میشه به سمت بالا، به همین خاطر بهش حرکت فتحه یا گشوده شدن گفته میشه یا زبر در فارسی. حرکت دیگری که خدمت شما عزیزان مرور کردیم حرکت کسره است. به این شکل حرکت کسره شکل نوشتهش مثل فتحه است، تفاوتش در اینه که زیر حرف قرار میگیره. حرکت کسره یا زیر ما در فارسی بهش زیر میگیم. اگر این خط رو ما یک حرف فرض بکنیم در زیر حرف این حرکت قرار میگیره و به این شکل مشاهده میکنیم که در الفبای عربی حرکت کسره وقتی که بیاد به این شکل نوشته میشن ا و تلفظش چگونه است؟ ما هر وقت این حرکت رو زیر هر حرفی دیدیم یک صدای ا به آن حرف اضافه میکنیم. ا ب ت س ج ه خ د و ر ز س ش ص و ط و ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی. این حرکت کسره بود. حرکت کسره به خاطر بهش کسره گفته میشه. کسره یعنی شکستن، چون گویی که این حرکت شکسته و افتاده، چیزی که میشکنه میفته، گویی که افتاده زیر حرف. همچنین در برنامه‌های گذشته به حرکت ضمه اشاره کردیم. حرکت ضمه ا فتحه است، ا کسره است و او حرکت ضم. شکلش این گونه بود. حرکت ضمه یا پیش به فارسی در فارسی بهش پیش گفته میشه. یک واو کوچک که بر روی یک حرف قرار میگیره. این خط اگر حرفی باشد بر روی حرف قرار میگیره به این شکل. الفبای عربی به همراه حرکت ضمه این گونه نوشته میشه و این گونه تلفظ میشه که لبها پیش میشه یا جمع میشه. ضمه یعنی جمع شدن لبها در هنگام تلفظ ضمه. به این شکل خونده میشه او، بو، تو، ثو. زیاد کش نمیدیم، نمیگیم ثو،
ثو، جو، هو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، ضو، تو، ضو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، هو، یو. این هم حرکت ضمه بود یا پیش. وقتی که روی هر حرفی قرار بگیره آن حرف با صدای او خوانده میشه و لب‌ها در هنگام تلفظ این حرکت جمع میشن و پیش هم میان. به این خاطر بهش میگیم ضمه، یعنی جمع شدن لب‌ها. و علاوه بر این سه حرکت که ما در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان مطرح کردیم که اسم حرکات کوتاه هستند، ما احیانا علامت دیگری رو مشاهده میکنیم در قرآن کریم بر روی برخی از حروف که این علامت بسیار مهمه و فهمیدنش هم بسیار مهمه و به ما کمک میکنه که چگونه بخوانیم. این علامت حرکت نیست، خودش حرکتی نداره. این علامت هر جایی که میاد دیگه حرکت نیست، مثل فتحه که ا میشد یا کسره که ا میشد یا ضمه که او میشد. ما وقتی فتحه، کسر یا ضمه روی هر حرفی قرار میگرفت صدای ا، و یا او به اون حرف میدادیم. اما علامتی هست که این علامت هیچ حرکتی نداره، وقتی میاد اصلا ما بهش میگیم ساکن. ببینیم شکلش رو با هم. این علامت سکون یا ساکن هر دو تاش استفاده میشه براش. به دو شکل غالبا نوشته میشه، یا به یک شکل x5 عربی یا یک صفر مثلا در فارسی، حالا شبیه صفر به این شکل، یک دایره تو خالی، یا غالبا به این شکل، به شکل دالی که به یک سمت مایل شده به سمت چپ. به این شکل بیشتر در مصحف‌های عربی و مخصوصا مصحفی که معروف است به مصحف عثمان طاها و نسخه بین‌المللی قرآن در جهان اسلام به حساب میاد، به این شکل نوشته میشه. شیخ عثمان طاها کاتب آن نسخه، الله تعالی حفظشون بکنه، حداقل تا وقت تسجیل این برنامه، ضبط این برنامه ایشون در قید حیات است. این علامت سکون هست یا ساکن. به چه شکلی میاد بر روی حروف؟ بر روی حرف میاد. این خط رو اگر ما یک حرف فرض بکنیم، این علامت بر روی حرف قرار میگیره به این شکل. ببینیم که این علامت ما به رنگ سرخ نوشتیم تا خودش رو به رنگ سرخ براتون حرکت ساکن رو مشخص کردیم. ببخشید علامت ساکن، چون حرکت دیگه نیست، وقتی حرکت شد دیگه ساکن نمیشه. علامت ساکن، علامت نشانه ساکن، چون حرکتی نداره، همونجوری که از اسمش مشخص است ساکن هست. این علامت روی حروف وقتی قرار میگیره بالای حرفها قرار میگیره و به این شکل هم قرار میگیره. چگونه این رو تلفظ بکنیم؟ اسمش هست ساکن. اسمش هست ساکن یعنی چی؟ وقتی که روی هر حرفی قرار میگیره اون حرف رو ساکن میکنه، یعنی اون حرف سکون میگیره. سکون یعنی عدم تحرک، بی تحرکی، حرکت نداره از خودش. خب یک شیئی که حرکت نداره رو چطور باید حرکت بدیم؟ ما در تلفظ حروف نیاز به حرکت داریم. ما از آنجایی که این حروف وقتی هر حرفی علامت ساکن روی او بیاد، مثلا اینجا با و قبلش الف، چون خود اون علامت ساکن میشه یعنی حرکت نداره، برای تلفظ آن حرف نیاز داریم که از ما قبلش کمک بگیریم. مثل یک ماشینی وقتی که ساکن هست، یک شیء ساکنی رو شما وقتی بخواید حرکت بدید، یک شیء ساکنی میخوایم حرکتش بدیم، از پشت باید بهش کمک بکنیم، یعنی باید هولش بدیم، فشار بیاریم تا از پشت سر حرکت بکنه. هر شیء ساکن برای حرکت نیاز به نیروی از پشت سر خودش داره، نیرویی که او رو حرکت بده. دقیقاً همین کار در معامله با علامت ساکن در روخانی قرآن اتفاق میفته. برگردیم به تصویر. اینجا ما الان الفی داریم که ساکن است، یعنی خودش حرکت نداره. چطور تلفظش میکنیم؟ با حرکتی از ما قبلش. حالا این حرکت ما قبل میتونه هر چی باشه. ما به عنوان نمونه الف گذاشتیم، به عنوان نمونه الفی با فتحه آوردیم. حالا میتونه یک الف با کسره باشه یا با ضمه باشه یا اصلا الفی نباشه، حرکت دیگری باشه. حالا هر چی. ما به عنوان مثال این رو فقط مطرح میکنیم، در مثال ها بیشتر جا میفته. اگر همچین حالتی باشه که ما قبل ساکن فتحه باشه، الف با فتحه، چطور خوانده میشه؟ الف رو میچسبونیم به این، میشه ا. روی مثال های بعدی بهتر خودشون نشون میده. ب که ساکن هست، بخوایم ما قبلش بخوانیم، ما قبل رو میچسبونیم به ب. اب. ببینیم اینجا ب رو زیاد حرکت نمیدیم. اب. ات.
ات. ت اینجا این حرکتی نداره، ما قبلش میچسبه به اون، کمک میکنه بهش. ساکن همیشه با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. این قاعده کامل، این قاعده ساکن، خواندن ساکن. ساکن رو چطور بخوانیم؟ همیشه با آخرین حرکت ما قبل. ات حرکتش هم نمیگیم ات، اتا یا ات. اث اج اخ اد اذ ار از اس اش اس اض اط اض اع اغ اف اق اک ال ببینیم لام هیچ حرکت نمیکنه. ام میم هم حرکتی نداره. ان او او ای. این رو در مثال ها بهتر متوجه میشیم که چطور خوانده میشه. بریم به سراغ مثال ها. در این مثال ها ما الان هم فتحه و کسره و ضمه و ساکن رو هم داریم. الان اینجا ما یک ساکن داریم، را. ما در برنامه گذشته گفته بودیم که فتحه صدای ا میگیره، را. الان ساکن رو چیکار باید بکنیم؟ ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبلش داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. ر باید بچسبه به غین. فراغ فراغت. مثال بعد، یا فتحه داره میشه یا. این ساکنه، یعنی نیاز داره به حرکت ما قبل، خودش از خودش حرکتی نداره. یا رو میچسبونیم به این. یا لمو اذن زال خودش حرکت کسره داره، نون حرکتی نداره، ساکنه. ساکن با آخرین حرکت ما قبلش خوانده میشه، با کسره زال. کسره زال میچسبه به نون. ذن اذن تا اذن تا اذنت اذنت. مثال بعد، را ساکنه باید بچسبه به حرکت ما قبلش. ار سل. سین فتحه داره خودش میشه س. لام چون ساکنه نیاز به حرکت ما قبل داره، سین میچسبه به لام. ارسلتم ارسلتم. فتحه داره. دال ساکنه نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. الف رو باید بچسبونیم به دال. ادبر بریم سراغ مثال های بعدی. در این مثال لام فتحه داره اما میم ساکنه نیاز به فتحه لام داره، حرکت ما قبل. لام میچسبه به میم. لم لد. دال میچسبه به حرکت ما قبل، لام میچسبه به دال، چون کسره این باید بچسبه به دال. دال رو باید با کسره ما قبل بخونیم چون خودش حرکتی نداره. لم یلد. نه نون فتحه دارم و این ساکن حرکتی نداره. چیکار باید بکنیم؟ همیشه ساکن با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، یعنی فتحه نون اینجا. نه بدو.
یادمون باشه که ساکن رو هیچ وقت حرکت نمیدیم. نه 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 بودو نه بودو. در این مثال لام ساکنه و میم ساکنه نیاز به حرکت های ما قبلشون دارن. ما این دوتا ساکن لام و میم رو با کمک حرکات ما قبلشون میخونیم، یعنی حرکت ما قبل رو و حرف ما قبل رو میچسبونیم به اینها. ال هم دو الحمدو الحمدو. در این مثال لام ساکن، کاف ساکن و بای ساکن داریم که هر کدوم به همراه حرکت ما قبلشون خوانده میشن. فل یک تب فل یک تب فل یک تب فل یک تب فل یک تب. بریم سراغ مثال بعدی. در این جدول ما مثال هایی داریم که الان در اونها حروف ساکن هست. مثال اول، نمونه اول، وجه. جیم ساکن هست، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبلش که فتحه واو هست. وجه هکه. اینجا جیم به همراه فتحه واو خوانده میشه. مثال بعد، نه. نون خودش فتحه داره اما سین هیچ حرکتی نداره. این علامت هم که یعنی ساکن، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. فتحه نون میچسبه به سین. نس نستبقو. در این مثال ه فتحه داره میشه ه، یا ساکن هست، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل که فتحه هاست. هی تا لک هیت لک. مثال بعد، نه. الان صاد رو چطور بخوانیم؟ صاد ساکنه، حرکتی نداره از خودش. نون رو میچسبونیم به صاد، آخرین حرکت ما قبل. همیشه ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. آخرین حرکت ما قبل میچسبه به صاد. نس لنس رفع لنس رفع. مثال بعد، صا د قد فصدقت قاف میچسبه به تا قط فصدقت. بریم مثال بعدی. ک ذ ب. ت رو چطور بخونیم؟ به همراه آخرین حرکت ما قبل، فتحه با. فکذبت. مثال بعد، م ا. ت ساکن هست، باید فتحه رو بچسبونیم به ت. سمعت. مثال بعدی، الف فتحه داره، عین ساکن است. عین نیاز داره به فتحه الف. الف میچسبه به عین. دت. ت هم اینجا با کمک دال خوانده میشه چون ساکنه، با آخرین حرکت ما قبل که فتحه دال هست. دت. مثال بعد، صاد چی داره الان؟ ساکن، یعنی کمک تا باید خوانده بشه، فتحه تا. رفو. سب اینجا با ساکن است، به همراه فتحه سین خوانده میشه. خط بعد، الف کسره داره میشه ر ساکن هست، نیاز داره به کسره الف. ج این ساکن، باز نیاز داره به کسره جیم. ارجع. لم میم به همراه فتحه لام خوانده میشه. لم خن هو. لم
اخون هو نون به همراه خ خوانده میشه. لم اخون هو. مثال بعد ف ا ر ف هم. میم ساکنه با کمک ضمه ها خوانده میشه. هم فعرفهم فعرفهم. مثال بعدی ف ار سل ف ار سل. را به کمک فتح الف خوانده میشه. ف ار. لام هم به کمک کسره سین خوانده میشه. ف ار سل. مثال آخر نف. ف چون ساکن هست مجبوریم که نون رو بچسبونیم به ف تا بخونیمش. نف قدو نف قدو نف قدو. این تمرین ما در موضوع ساکن بود. علامت ساکن. علامت ساکن رو هر جا که مشاهده کردیم قاعده کلیش این هست که علامت ساکن تصویرش رو اگر داشته باشیم با هم، این علامت رو هر کجا که دیدید، هر کدوم از این دو تا علامت که غالبا بیشتر علامت سمت راست رو میبینید، این علامت روی هر حرفی که آمد، آن حرف چطور خوانده میشه، چگونه خوانده میشه؟ به کمک آخرین حرکت ما قبلش خوانده میشه. آخرین حرکت ما قبلش رو که یا فتحه یا کسره و یا ضمه خواهد بود میچسبانیم به اون حرفی که این علامت در اون هست، علامت ساکن. پس قاعده خواندن ساکن همیشه با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. یعنی آخرین حرکت ما قبل، کسره، ضمه و یا فتحه‌ای که داره میچسبه به ساکن و به همراه اون خوانده میشه. این بود درس امروزمان. در برنامه بعد درباره یک کلمات بسیار مهم صحبت خواهیم کرد. تشدید رو چطور باید بخوانیم و چگونه هست، و سوالی که خیلی از عزیزان دارن در روخانی قرآن کریم که تشدید رو چطور باید خواند. درس بسیار مهمی که ان شاءالله حتما ما رو همراهی خواهید کرد در برنامه بعد برای یادگیری چگونگی خواندن تشدید. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارش. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني.